از قدیم توی خیلی از شهرهای ایران کفتربازی یه عشق بود. مردا صبح تا شب روی پشت بوم ها بودن، پرنده ها رو پر میدادن، دون میپاشیدن و برای هر پرنده یه اسم خاص میذاشتن. اما یه باور قدیمی بین پیرای محل وجود داشت که میگفت بعضی از این کبوترها مال شما نیستن. میگفتن بچه جنها هم عاشق بازی با کبوترن، اونقدر که هر وقتی دست کبوتر تو آسمون میچرخه و بی دلیل از مسیرش منحرف میشه بدون که یکی از اونها داره وسطشون بازی میکنه. بچه جنها بال ندارن، اما وقتی میخوان خوش بگذرونن میرن سراغ کبوترها، سوارشون میشن، باهاشون میپرن و برمیگردن درست همون موقعی که خورشید پایین میاد. برای همینه که بعضی وقتا کبوترها دم غروب یهویی ناپدید میشن و نیمه شب برمیگردن، خسته، با پرهای خاکی و چشمایی که انگار یه چیزی دیدن، یه چیزی از اونور دنیا. در واقع کبوتر پرنده دو دنیاست، چون هم روی زمین زندگی میکنه هم توی آسمون میچرخه. همین هم باعث شده که جنها از کبوترها خوششون بیاد، چون اونا یه جورای موجودات بینابینن. توی بعضی از مناطق ایران، مخصوصا توی خراسان و سیستان، مردم میگن که شب‌های جمعه نباید روی پشت بوم بمونی، چون بچه جنها اون شب‌ها آزاد میشن، میرن سراغ کبوترها، باهاشون بازی میکنن و هر کس اونجا باشه دیده میشه. اگه بچه جن از یک کبوتر خوشش بیاد، اون پرنده دیگه برای صاحبش پرواز نمیکنه. ممکنه صداش بکنی و یه دور توی آسمون بزنه، ولی دیگه بر نمیگرده، چون فرمانبر تو نیست و همبازی دیگه ای پیدا کرده. کبوترهایی که اینجوری میشن یه نشونه دارن، چشماشون برق خاصی داره و انگار نور از درونشون میتابه. یه رد خاک سیاه یا دوده‌ای روی بالهاشون هست. مردم میگن اون دوده از پرواز توی هوای دنیای اوناست که باقی مونده، چون بین دو دنیا یه مه سیاه هستش که فقط موجودات اون طرف دنیا میتونن ازش رد بشن. کفتربازای قدیمی همیشه یه جمله داشتن و میگفتن که کبوتر وقتی خیلی بالا میره دیگه مال ما نیست. میگفتن یه ارتفاعی هست که اگه ازش بالاتر بره دیگه بر نمیگرده، چون اون بالا یه مرز وجود داره و جنها هم همون بالا پرسه میزنن و اگه پرنده‌ای رد بشه ممکنه یکیشون هم پرش بشه. میگفتن واسه همینه که گاهی وقتا یه دست کبوتر یه دفعه مسیرش رو گم میکنه یا ناپدید میشه. نه طوفان بوده و نه چیز دیگه ای، ولی اونا رو تونسته به خودش جذب کنه. یه خرافه هست که میگه اگه کبوترت رو شب به آسمون بفرستی و تا طلوع بر نگرده، اون کبوتر دیگه مال تو نیست، چون دنیای شب دنیای اجنه است و اگه برگرده باید بدونی که اون پرنده دیگه تنها نیست، یه چیزی همراهشه، یه سایه، یه انرژی و یه همسوار نامرئی. بعضیا میگن که بچه جنها از بال زدن کبوتر لذت میبرن، چون براشون مثل خنده است. صدای بالهاشون باعث میشه که از خواب بیدار بشن. واسه همین هم هست که میگن نصف شبا نباید کبوترها رو پرواز داد، چون ممکنه صداشون از دنیای ما عبور کنه و اون طرف شنیده بشه و اگه شنیده بشه اونا میان و وقتی میان دیگه بر نمیگردن. در مورد خروس هم خرافات کم نیست. مثلا میگن که خروس سفید برای جنها مثل آینه است، هر چی ببینن روش منعکس میشه. واسه همین همیشه گفتن که اگه خروس سفید بی دلیل از خونه رفت بدون یه چیزی از بیرون خونه دیده. بعضیا حتی باور دارن که کبوتر و خروس قربانی هایی هستند برای خوشایند بچه جنها، مخصوصا توی جاهایی که کبوترها ناگهانی میمیرن و یهویی ناپدید میشن. برای همین هم هست توی بعضی از روستاها رسم بود که اگه کبوتری میمرد دفنش نمی‌کردن، میذاشتنش روی پشت بوم تا باد اون رو ببره، چون خاک کردنش باعث میشد جنها خشمگین بشن، چون پرنده که وسیله بازی اونها بوده ازشون گرفته شده بوده. خلاصه این که کفتربازها ظاهراً همیشه رقیب نادیده دارن، یه موجودی که باهاشون سر همون پرنده ها رقابت میکنه. خب رسیدیم به بخش پایانی. امیدوارم که از تماشای این ویدیو و شنیدن اون لذت برده باشید.